سلام. قصد داریم در این ویدیو با شرکت شماران و آخرین محصول نرم افزاریش بیشتر آشنا شیم. آخرین محصول نرم افزاری در راهکار ERP شماران سیستم با نام تجاری شاتو. شرکت شماران سیستم بیش از 35 سال فعالیت میکنه در حوزه انفرماتیک کشور و ارائه سیستم‌های مبتنی بر کنترل عملیات‌های مدیریتی. بهتر بگم شرکت شماران سیستم 35 سال در ارائه سیستم‌های نرم افزاری یکپارچه خدمت داره که امروز آخرین نسل این نرم افزارها رو قراره با هم بررسی بکنیم. اینکه ERP چی هست و چطور میتونه به سازمان ما کمک میکنه مطمئنا در اسلایدهای بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنیم. خب نرم افزار ERP کلمه‌ای که در کسب و کارهای متوسط به بالا زیاد میشنویم که آیا شما ERP دارید یا از ERP استفاده میکنید. اما ERP چی از کجا آمده؟ خب ما قبلها سیستم‌های جزیره‌ای رو داشتیم که هر کدوم از واحدهای مختلف سازمان داشتن از اون نرم افزارها استفاده می‌کردن. بعد تبدیل شدن به سیستم‌های تسهیلگر، سیستم‌های MIS، سیستم‌های MRP و MRP2. اما نسل جدید این سیستم‌ها تبدیل شد به نرم افزاری به نام ERP یا Enterprise Resource Planning ها. یه تعریف ازش ببینیم که کار ERP چیه توی این تعریف؟ یک راهکار مدیریتی مبتنی بر فناوری اطلاعات که منابع سازمان رو توسط یک نرم افزار یکپارچه با سرعت کیفیت بالا در کنترل مدیران قرار میده. چند تا واژه کلیدی رو با هم بررسی کردیم: یکپارچگی، نرم افزار، دقت، سرعت و کنترل بر روی عملیات‌های سازمان. این وظیفه اصلی یک ERP در سازمانه. یه تعریف ساده‌تر اگر بخوایم باهاش داشته باشیم میتونیم بگیم برنامه‌ریزی منابع سازمان سیستمی یکپارچه است که در تمام فرآیندهای کلیدی سازمان رو مثل فرآیندهای مالی، منابع انسانی، انبار، خرید، فروش، تولید و مابقی فرآیندها رو کنار همدیگه قرار میده در بستر یکپارچه اطلاعاتی. یکی از مهمترین نکاتی که در ERP ها باید رعایت شه یکپارچگیه. این یکپارچگی یعنی چی؟ تو چه جاهایی باید یکپارچه باشن؟ همیشه میگن نرم افزار ما یکپارچه است، راهکار ما یکپارچه است. اما در شماران این یکپارچگی معنا داره. در 9 قسمت یک نرم افزار باید این یکپارچگی وجود داشته باشه. قسمت اول یکپارچگی در سطح بانک اطلاعاتی یا همون دیتابیس، یعنی اینکه همه نرم افزارها عملیاتشون رو در یک دیتابیس واحد انجام بدن. ما اصولا میگیم یک سازمان یک نرم افزار. پس بانک اطلاعاتی و جداول اطلاعاتی یک نرم افزار ERP باید به صورت واحد سرویس رو به همه نرم افزارها ارائه بده و اگر من خواستم گزارشی رو بگیرم بتونم به صورت یکپارچه از دیتابیس ها استخراج کنم. یا یکپارچگی در فرآیندها. همه سازمان ها، کسب و کارها از فرآیندهای مختلف در سازمان بهره وری میکنن. فرآیندهای مربوط به مالی، فرآیندهای مربوط به خرید، فروش و الی آخر. این یکپارچگی باید در تمامی فرآیندهای سازمان وجود داشته باشه. حتی فرآیندهای فردی که بعدها میخواد به زیر سیستم‌های اصلی وصل بشه که در موردش حتما صحبت میکنیم. یکپارچگی در عملیات سازمان. خود در مورد عملیات‌ها خیلی صحبت کردیم. هر عملیاتی که در واحدهای مختلف داره اتفاق میفته باید اون یکپارچگی رو با سازمان‌های مرتبطش داشته باشه. مثلا فرآیندهای منابع انسانی، ثبت عملیات منابع انسانی باید ارتباط پیدا بکنه با فرآیندهای مالی و پرداخت حقوق و دستمزد. یا فرآیندهای خرید باید ارتباط پیدا بکنه با فرآیندهای انبارش. پس می‌بینید این فرآیندها باید به صورت یکپارچه تحت کنترل نرم افزار باشه و این یکپارچگی رو بین خودشون بتونن ایجاد بکنن. یکپارچگی در واسط کاربری. واسط کاربری مهمترین بحثیه که هر کاربری با نرم افزار داره. من نرم افزار رو باز میکنم. یک سری آیتم ها در منوها باید یک جا باشه. یعنی من اگر فرآیندی رو باز کردم یا فرمی رو در سیستم مالی باز کردم که ببینم چه آیتم هایی داره، مثل جدید، مثل ویرایش، مثل حذف، حتما همین تنظیمات برای فرم های دیگه هم باید رعایت بشه. در اصل این واسط کاربری باید در تمام نرم افزار به صورت یکسان باشه که کاربر راحت تر بتونه با سیستم کار بکنه. یکپارچگی در اطلاعات پایه. خب هر نرم افزاری با اطلاعات پایه خودش کار میکنه. یه مثال کاربردی خدمتتون بزنم. در سیستم مالی یک سری اطلاعات پایه وجود داره که در تمامی زیر سیستم‌ها استفاده میکنن و اون اشخاصه.
یعنی اشخاصی که ما داریم در سیستم ERP باهاشون کار میکنیم، اینا یا بدهکارن یا بستانکارن یا کارکنان ما هستن یا پیمانکارانمون هستن. این یکپارچگی در تعریف اطلاعات پایه باید در تمامی سیستم ها هم اتفاق بیفته، مثل یکپارچگی در تعریف انبارها و ارتباطش با زیر سیستم های دیگه. یکپارچگی در گزارش ها بحث بسیار بسیار مهمی که در گزارشات یکپارچه باید وجود داشته باشه. اگر خاطرتون باشه اولین نکته که گفتیم یکپارچگی در سطح بانک اطلاعاتی یا دیتابیس بود. خود این باعث میشه که من بتونم یکپارچگی رو در گزارشات مختلفم ایجاد بکنم. دقت بکنید، یک گزارش یکپارچه از فروش، انبار و خرید میخوایم ایجاد بکنیم. پس سیستم اگر بتونه در گزارشاتش هم یکپارچگی رو ایجاد بکنه، یواش یواش داره نزدیک میشه به یک ساختار ERP. یکپارچگی در سطوح دسترسی، یکپارچگی در فرآیندهای فرعی و یکپارچگی در قوانین موارد بعدی یکپارچگی هستند که یواش یواش داره بستر اطلاعاتی راهکار ERP ما رو شکل میده. پس ما قوانینمون در کل سازمان باید به صورت یکپارچه تعریف بشه، یا فرآیندهای فرعی که در شرکت وجود داره، در کسب و کار وجود داره. یه مثال بزنم، یک فرآیند فرعی که قراره به فرآیندهای اصلی سازمان ارتباط پیدا بکنه، مثل فرآیند استخدام. این فرآیند استخدام به صورت فرادا استارت میخوره تا انتها که تایید بشه وصل میشه به فرآیندهای منابع انسانی و براش پرونده پرسنلی تشکیل میشه. در این موارد بیشتر خدمتتون توضیح خواهم. برای اینکه درک بهتری داشته باشیم از بحث ERP، یک مقایسه در خصوصیات اصلی ERP که در دنیا داره اتفاق میفته و سیستم ERP شما سیستم با هم داشته باشیم. اگر نگاه جهانی رو بخوایم بررسی بکنیم در سیستم های ERP، میگه در سیستم های ERP فرآیندهای اصلی کسب و کار باید وجود داشته باشه که اینا تقسیم بندی میشن به فرآیندهای مالی و انبار که به صورت اختصاصی در موردش صحبت میکنیم. شماران سیستم بله فرآیندهای اصلی کسب و کار رو تو دل ERP خودش داره. بحث بعدی یکپارچگی کامل بین عملیات و فرآیند هاست. خب اگر یادتون باشه گفتم یک سری فرآیندهای فرعی اتفاق میفته توی سازمان که باید ارتباط داشته باشه با فرآیندهای اصلی. خود اون فرآیندهای اصلی هم یک سری عملیات‌هایی رو دارن. پس اینها باید به صورت زنجیروار با هم کار بکنن. شماران هم داره از این قانون پیروی میکنه. بحث بعدی بیس پرکتیس هاست. در خصوص بیس پرکتیس ها یک کلمه خیلی جالب ایجاد شده به نام بهروش ها. یعنی چی؟ یعنی بر اساس فعالیت های سیستم های ERP در کل کشور و صنایع مختلف، عملیات های متناسب با کسب و کارهای کشور در فعالیت های مختلف کسب و کارها به وجود اومده. مثلا ما میگیم یک بهروش یا تجربه برتر در خصوص فرآیند پرداخت وجود داره در نظام مالی کشور یا در هر سازمانی. بحث انبار، بحث خرید، بحث فروش، اینا بهروشاش استخراج شده بر اساس این سیستم ها در کسب و کارهای مختلف ایجاد شده و ما اومدیم نیازهای همون سازمان ها رو بر اساس قوانین کشور در نرم افزار اضافه کردیم. پس فرآیند خرید، فرآیند انبارش، فرآیند پرداخت، فرآیند دریافت به صورت پیش‌وضع در نرم افزار وجود داره که ما بهش میگیم بهروش‌ها یا بیس پرکتیس یا همون تجربه برتر. اینکه یک سیستم ERP بتونه فرآیندها رو هم پیاده سازی بکنه. اینکه چه فرآیندهایی در سازمان وجود داره تقسیم بندی می‌کنیم به فرآیندهای اصلی، فرآیندهای فرعی، فرآیندهای وابسته. ERP باید قابلیت این رو داشته باشه که همه این فرآیندها رو در همون سیستم یکپارچه اطلاعاتی پیاده سازی کنه. بحث بعدی پلنینگ یا برنامه‌ریزیه. در ERP پلنینگ بسیار بسیار مهمه. باید بشه در خیلی از موارد مثل برنامه‌ریزی تولید یا برنامه‌ریزی نقدینگی سیستم این قابلیت رو در اختیار ما قرار بده. اما دو تا نکته اینجا وجود داره که شماران سیستم نسبت به اون نگاه جهانی که توی ERP ها وجود داره، حالا من یه مثالم بزنم مثل SAP، مثل سیج یا مثل پیپلسافت، این دو تا آیتم در شماران سیستم خیلی نقش بازی میکنه در پیاده سازی سیستم های ERP. یکی بحث اختصاصی سازی راهکار ERP و بحث دوم اتوماسیون صنعتی. یکی از مهمترین اتفاقهایی که در سیستم های ERP میفته اینه که چقدر اون سیستم میتونه قابلیت اختصاصی سازی، سفارشی سازی و منعطف بودن با نیازهای استراتژیک اون سازمان رو داشته باشه. اگه خاطرتون باشه گفتم ما یه سری بیس پرکتیس داریم، بهروش داشتیم، تجربه برتر داشتیم، یعنی فرآیند دریافت و پرداخت و انبارش در سیستم وجود داشت. اما اگر بر اساس قوانین سازمان و استراتژی‌هایی که مدیران اصلی سازمان گذاشتن قرار باشه این فرآیندها رو تغییر بدیم چیکار کنیم؟
سیستم چقدر منعطف هست با نیازهای ما، چقدر میتونه استراتژی ها و قوانین سازمان ما رو که مختص به سازمان خودمون هست رو در نرم افزار پیاده سازی بکنه، چقدر میتونه خودش رو چفت بکنه با نیازهای ما. این یکی از نکاتیه که در سیستم شماره سیستم اتفاق میفته و این انعطاف و اختصاصی سازی و سفارش ریزی در دل سیستم با کمترین میزان دانش فنی، با کمترین میزان صرف هزینه و وقت انجام میشه. و اما مهمترین و جدیدترین اتفاقی در ERP شماره سیستم افتاد. کمتر ERP هایی در دنیا هستن که به سمت اتوماسیون صنعتی برن، یعنی اطلاعات دستگاه‌ها و ابزارهایی که در سازمان داره استفاده میشه رو در نرم افزار خودشون اضافه کنن. اینجوری بگم اینکه سیستم ERP چطور میتونه با سیستم اتوماسیون صنعتی ارتباط مستقیم داشته باشه، بتونه اطلاعات رو از خروجی PLC دستگاه‌های خط تولید بگیره، اینکه چطور میتونه کنترل تولید رو از طریق بارکد، RFID و ابزارهای هوشمند انجام بده. این یکی از مهمترین اتفاقاتی هست که در سالهای اخیر در ERP شماره سیستم افتاد. با تعریفی که انجام شد، ما اگر بخوایم ERP شماره سیستم رو بخش بندی کنیم 5 بخش اصلی داره. یک، فرآیندهای اصلی و کسب و کار که در موردش حتما توضیح میدم که به کدوم فرآیندها و به کدوم نرم افزارها اختصاص داره. بحث نرم افزار ساز، همون بحث اختصاصی سازیه که در موردش صحبت کردیم. هوش تجاری با روی کرده هوش مصنوعی که بتونه گزارشات داشبوردی بیایی رو در اختیار مدیران قرار بده. بحث اتوماسیون صنعتی که مفصل در موردش صحبت کردیم و بحث برنامه‌ریزی. پس این 5 بخش‌های اصلی ERP شماره سیستم. اما فرآیندهای اصلی کسب و کار یعنی چی؟ فرآیندهای اصلی کسب و کار همون بیس پرکتیس ها و روش هایی هست که در زیر سیستم های اصلی و استاندارد نرم افزار وجود داره، مثل فرآیندهای مالی، فرآیندهای اتوماسیون صنعتی، منابع انسانی، دارایی، مهندسی محصول، مدیریت، فرآیندهای مرتبط با تولید، ارتباط با مشتریان، زنجیره تامین. یعنی این بخش از فرآیندها و نرم افزارها فرآیندهای اصلی کسب و کار رو در ERP شکل میدن. یعنی ERP باید بین 70 تا 80 حالا بین 60 تا 80% نیازهای اصلی سازمان رو در فرآیندهایی که اینجا نوشته شدیم در سیستم خودش داشته باشه. یعنی من نمیتونم بگم یک ERP دارم که نمیتونه تولید رو کنترل کنه، نمیتونم بگم یه ERP دارم تعمیرات نگهداری نداره، نمیتونم بگم یه ERP دارم نمیتونه بخش CRM و ارتباط با مشتریان من رو انجام بده. پس اینها باید در نرم افزار باشن تا اون 60 70 80% نیازهای اولیه از سیستم ERP استخراج بشه. بخش بعدی بحث نرم افزار ساز یا همون بخشیه که یک ERP رو میتونه اختصاصی بکنه برای هر کسب و کار. یک سری ابزار وجود داره تو بخش نرم افزار ساز که میتونه با کمترین میزان دانش فنی سیستم رو دقیقاً بر اساس سازمان کنترل بکنه و توسعه بده. انگار یک کد شلواری دقیقاً بر قواره خود سازمان ایجاد میکنیم. این نرم افزار ساز از چند نرم افزار یا از چند بخش تشکیل شده. بخش فرم ساز که مأموریت ایجاد فرم‌های عملیاتی، مدیریتی، اطلاعاتی و اطلاعات پایه رو داره. یعنی مثلا میخوام یک سری فرم‌های جدیدی به سیستم اضافه کنم در قسمت فرم ساز. اگر قرار بشه همون فرم‌ها رو در یک چرخه اطلاعاتی از طریق کارتابل بگردونم، وظیفه فرآیندسازه که به ریز امکاناتش رو در این اسلاید مشاهده می‌کنید. بخش گزارش ساز که بخش مهمی برای مدیران هست. حالا این فرم‌ها اطلاعات گردش پیدا کرده، محتوا وارد شده، حالا من باید خروجی این رو بر اساس گزارشات مدیریتی در اختیار مدیران قرار بدم. اگر از اون بیس پرکتیس‌ها و تجارب برتر استفاده می‌کردیم، مطمئنا یک سری گزارشات آماده در خودش داشت. اما الان با هم اومدیم سیستم رو ساختیم، فرم ساختیم، فرآیند ساختیم، پس لازم ازشون گزارش هم بگیریم. این گزارش ساز رو فرآیندهای اصلی کسب و کار هم فعالیت میکنه. یعنی میتونیم گزارش جدیدی رو هم به سیستم اضافه بکنیم. کیت توسعه یا SDK Software Development Kit این برای تیم‌های پروفشنال در سازمان شماست. تیم‌های آیتی، سیستم‌ها و روش‌ها که توانایی و قدرت برنامه‌نویسی رو در سیستم دارن. پس میتونن برای خودشون بر اساس استراتژی‌ها سیستم رو کاملا توسعه بدن و اصلاً یک سرویس جدیدی رو به سیستم اضافه بکنن. بخش بعدی بخش کارتابله.
اینکه ورودی و خروجی کنترل فرآیندها به صورت مرحله‌ای انجام بشه و ارتباطات داخل سازمان و برون سازمان رو بتونه کنترل بکنه. هر کدوم از عزیزان و پرسنل بتونن از طریق موبایلشون فرآیندها رو کنترل کنن، تایید، رد یا کنترل مرحله‌ای رو روی تمامی فرآیندهاشون از طریق کارتاب داشته باشن. بحث بعدی هوش تجاری همون داشبوردهای مدیریتیه. ما میگیم بیزینس اینتلیجنس رو چطور میتونیم در سیستم ایجاد بکنیم؟ اینکه سیستم داده کاوی بکنه، ارتباط بگیره با گزارشات، مصور سازی بکنه، یعنی بیاد اون داده هایی که به صورت گزارش استخراج شده رو تبدیل بکنه به گیج ها، پای چارت ها، بار چارت ها و یک مانیتورینگ دیتا برای تصمیم گیری به لحظه ایجاد بشه. دوستان ما میگیم سیستم ERP باید بستر DSS یا بستر تصمیم ساز برای مدیران باشه. به لحظه بتونیم بهترین تصمیم رو در سازمان بگیریم. این خارج از بستر یک پارچه امکان پذیر نیست. خارج از اینکه ما از BI یا داشبوردهای مدیریتی استفاده کنیم امکان پذیر نیست. خارج از اینکه عملیات‌ها و فرآیندها به صورت یک پارچه باشن و خروجیشون رو در اختیار داشبورد مدیریت قرار بدن امکان پذیر نیست. بحث دکتر مشاور رو داریم تو این قسمت که حتما در ویدیوهای خود نرم افزار در موردش صحبت می‌کنیم که چطور میتونیم تحلیل خودمون رو و اون تحلیلی که در ذهنمون هست بر اساس استراتژی سازمان تبدیلشون بکنیم به فرمول و اون فرمول‌ها رو در اختیار گزارشات قرار بدیم. اما رسیدیم به یکی از منحصر به فردترین امکاناتی که در ERP شماره سیستم وجود داره، بحث اتوماسیون صنعتی. کار اتوماسیون صنعتی جمع‌آوری اطلاعات از RFID، PLC، PDA و QR کدهایی هستش که در شرکت و در سازمان وجود داره. یعنی چی؟ یعنی ما بتونیم عملیاتی که در تولید یک قطعه انجام میشه رو تبدیل بکنیم به بارکدها یا استفاده از ابزارهای هوشمند مثل RFID. پس به جای اینکه بیان اطلاعات رو به صورت دستی در سیستم وارد کنیم، از دستگاه‌های هوشمند استخراج می‌کنیم. پس سرعت ثبت اطلاعات در تولید بالا میره، با کمترین میزان خطا یا اصلا بگم بدون خطای نیروی انسانی ثبت اطلاعات در سیستم انجام میشه و به بقیه بخش‌ها مرتبط میشه. بحث بعدی انجام محاسباتی است که از این دیتاهای ورودی میگیره. حالا قراره این دیتاها پردازش بشه و تبدیل بشه به یک سری دیتاهای قابل اطلاعات و قابل اتکا که بشه روش برنامه‌ریزی کرد و ازش گزارش‌های سازمانی و مدیریتی رو استخراج کرد. کنترل پیش‌فرض‌ها، ما میتونیم از طریق همین ابزار فرمان‌های اولیه رو به ماشین‌آلات و تجهیزاتی که در خطوط تولید هستن ارسال بکنیم. چه زمانی روشن بشه، چه زمانی شروع به کار بکنه، چه تعداد تولید بکنه و چه زمانی دست از تولید بکشه. پس کنترل این دستگاه‌ها هم در اختیار سیستم اتوماسیون صنعتی و بحث ERP قرار میگیره. بحث بعدی ارسال اطلاعات برای هدایت عملیات‌های مختلف که در موردش صحبت کردیم. یک پارچگی بین دستگاه‌ها و سیستم‌ها. پس نرم افزار دقیقاً با دستگاه مچ اطلاعاتشون رو میتونن با هم رد و بدل کنن و بحث برنامه‌ریزی یا همون پلنینگی که میتونیم برای ماشین‌ها مشخص کنیم که در چه ساعتی کدوم سفارش تولید رو استارت بزنه، چه تعداد تولید بکنه و در اختیار مراحل بعدی قرار بده. یکی دیگه از بخش‌هایی که در ERP شاتو وجود داره و خیلی کاربردی هم هست بحث پلنینگ. این پلنینگ میتونه در برنامه‌ریزی جامع تولید یا همون MRP2 باشه که دقیقاً مواردی که در تولید وجود داره، چه از لحاظ مواد، چه از لحاظ دستگاه‌ها، تایم‌ها، برون سپاری رو به صورت کامل در سیستم مدیریت و برنامه‌ریزی کنه. برنامه‌ریزی مواد، احتیاجات مواد، یعنی یه مثال بزنم، چند سفارش اومده، خود سیستم سریعا بیاد برنامه‌ریزی مواد رو که چه تعداد از چی کجا لازم داریم، در چه تاریخی خرید بشه، در انبارهای مختلف چقدر وجود داره و بتونه یک برنامه‌ریزی مواد برای تولید رو برای ما ایجاد بکنه. برنامه‌ریزی نگهداری تعمیرات دستگاه‌ها یا همون بحث نت تعمیرات و نگهداری، برنامه‌ریزی نیروی انسانی و ماشین‌آلات که در حوزه MRP2 داره انجام میشه و برنامه‌ریزی کامل خطوط تولید رو با استفاده از نیروی انسانی و ماشین‌آلات در اختیار ما قرار میده. برنامه‌ریزی پروژه‌ها، برآورد بهای تمام شده و برآورد نقدینگی که جزء پلنینگ ما هست در حوزه مالی، در حوزه تصمیم‌گیری مالی و اینکه اصلا چقدر نقدینگی در 6 ماه آینده، 3 ماه آینده در سازمان هست و چقدر میتونیم روی اینها حساب بکنیم. یواش یواش به انتهای اسلایدها داریم میرسیم. در مورد تجارب شماره سیستم هم یه توضیحاتی بدم که بیش از 1500 پروژه بهای تمام شده رو ما تا الان تو شرکت تحویل کسب و کارهای مختلف دادیم.
که میگم پروژه بهای تمام شده یعنی همه عوامل و اون فرآیندهایی که خدمتتون عرض کردم، چه تو فرآیندهای اصلی چه تو فرآیندهای فرعی، کنار هم اومده، محاسبه شده، گزارشات اخذ شده و تونسته به من بهای تمام شده قابل اتکا در سیستم ارائه بده. پیاده‌سازی موفق در صنایع گوناگون. خب در صنایع مختلف شماره سیستم کار کرده، صنعت قطعه سازی، صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی، فولاد و مابقی صنایعی که در کشورمون دارن فعالیت میکنن. پیاده سازی در کوتاه‌ترین زمان محصول بومی ایرانی نه یک سری از تجارب برتری هستش که در سیستم شماره سیستم وجود داره و میتونه به شما قابلیت اتکا بده. در خصوص اختصاص‌سازی یه توضیحات مختصری دادم که با چه ابزارهایی انجام میشه، اما به ما چه کمکی میکنه؟ ایجاد فرآیندهای اختصاصی و مستقل در بستر یکپارچه ERP، تغییرات احتمالی در فرآیندهای کسب و کار. یه مثال کوچیک توی سیستم بزنم خدمتتون عرض کردم، اگر ما بهروش‌هایی رو توی فرآیندها داشته باشیم مثل فرآیندهای مالی یا فرآیندهای خرید وجود داره، اما امکان داره بر اساس نیاز و استراتژی سازمان همون فرآیندی که وجود داره رو بخوایم تغییر بدیم. بس مهمه. امکان داره من این فرآیند به صورت داینامیک ایجاد بکنم، یعنی بیام فرمش رو ایجاد بکنم بهش فرآیند بدم. خب این کار ساده ایه، اما اگر اون فرم‌ها و فرآیندها در سیستم به صورت دیفالت وجود داشته باشه، یعنی من فرآیند پرداخت رو دارم، حالا قراره بر اساس استراتژی سازمان همین فرآیند موجود رو تغییر بدم، یعنی یه پله بیام جلوتر، دیگه نیاز نباشه تحلیل فرمو بکنم، فرمشو بسازم، فیلداشو ایجاد بکنم، همون فرمی که به صورت استاتیک در سیستم ERP شماره سیستم وجود داره رو بخوام با فرآیند خودم تغییر بدم و به گردشش در بیارم. این امکان وجود داره و میتونیم ازش استفاده بکنیم. ایجاد نرم افزارهای اختصاصی مثل امور قراردادها و پیمانکارا و ایجاد سامانه‌های یکپارچه سازمانی در سیستم نرم افزارساز در همون بحث اختصاصی انجام میشه. اما اینکه بخواید بیشتر با سیستم شماران آشنا بشید، میتونید حتما به سایت شماران.com سر بزنید، با بخش فروش تماس بگیرید و اینستاگرام شماران سیستم رو هم فالو داشته باشید تا از آخرین اخبار و آخرین نرم افزارها با اطلاع باشید. با شماران هوشمندانه راهبری کنید.